ما وقتی که میخوایم وارد دنیای برنامه نویسی بشیم، خب دلایل مختلفی برای این کار داریم. یعنی وقتی که شما قراره که برنامه نویس بشید، یا به عبارتی حالا دیولپر بشید، در اصطلاح میگن دیولپر، خب، یا به عبارتی پروگرامر، یه دلایلی براش وجود داره دیگه. خب، یه دلایلی براش وجود داره. برای چی؟ مثلا یا بهتون گفتن آقا برنامه‌نویسی خیلی خوبه، بازار خیلی خوبی داره، نمیدونم برنامه‌نویسا حقوق بالایی دارن، نمیدونم یه همچین چیزایی. خب، یا اینکه نه، شما به عنوان متخصصی هستید و نیاز دارید که یاد بگیرید. چرا؟ چون در هر صورت شما یک برنامه یا اپلیکیشنی رو می‌نویسید که میتونه به دردتون بخوره. خب، یعنی چی؟ یعنی شما میتونید برنامه‌ای بنویسید که برای مثال یک کاری رو، یک تسکی رو، یا یه سری تسک‌ها یا کارهایی رو داخل شبکه براتون انجام بده. یه سری کارهایی که معمولا به صورت منوالی توسط خودتون، منوالی یعنی به صورت دستی یا سنتی توی شبکه دارید انجام میدید، رو میتونید بیاید اتوماتش کنید. اتوماتش کنید، مثلا بکاپ گیری اتومات بشه، مثلا نمیدونم تنظیمات اتومات بشه، یا در واقع کوئری کردن از دیتابیس اتومات بشه، تغییرات بر اساس شرایط مختلف، زمانبندی‌های مختلف یا بر اساس شرایط مختلف اتومات بشه. پس این اتوماسیون باعث راحتی کار ما میشه. وقتی شما یه برنامه‌ای رو می‌نویسی، فقط اتوماسیون نیست. مثلا شما یه برنامه انبارداری می‌نویسی، یه برنامه می‌نویسی، برنامه‌ای که برای مشتریات استفاده بشه، برنامه‌ای که برای پرسنل، برنامه حسابداری می‌نویسی. پس یه برنامه که می‌نویسی یه مزیتی داره دیگه. بسته به نیاز اومدی اون برنامه رو نوشتی و باعث راحتی کار میشه. خب، حالا میتونم بگم پروگرامر و دیولپر یه مقدار با هم فرق میکنن. یه پروگرامر یا دیولپر یه مقدار با هم فرق میکنه. پروگرامر کسیه که داره یه برنامه‌ای رو می‌نویسه. یعنی چیکار میکنه؟ یه سری از دستورات رو، شاید دستورات یا کامند ها رو کنار هم دیگه می‌نویسه. خب، تا اینکه یه کار خاصی، یه تسک خاصی بیاد انجام بشه. خب، برای مثال مثلا شاید بگم که یک برنامه‌ای که مثلا بیاد مثلا وضعیت سی پی یوزیج مثلا یه سیستم رو نشون بده. خب، یا مثلا بیاد مثال میگم مثلا بره داخل سیستم، داخل رجیستری ویندوز یه سری کارها رو انجام بده، یه تغییراتی رو انجام بده. یه سری زبان‌های برنامه‌نویسی هستن، مثلا جاوا، مثلا سی پلاس پلاس، مثلا پایتون، میتونه اینجا قرار بگیره. در واقع اون پروگرامره یه قسمتی، یه برنامه، یه کاری رو داره انجام میده، یک شاید برنامه‌ای رو داره فقط مینویسه. خب، ولی همه کار رو انجام نمیده. همه کار یعنی چی؟ یعنی که بحث دیولپ کردن، بحث طراحی کردن، بحث تست کردن، خب، اینا کاریه که یه دیولپر انجام میده. یعنی یه دیولپر علاوه بر اینکه پروگرامر هست، خب، میتونه بحث تست کردن برنامه، دیولپ کردن یا توسعه دادن برنامه، و همینطور بحث‌های مربوط به در واقع توسعه و اینو دیباگ کردن برنامه رو میتونه انجام بده. و معمولا برنامه‌هایی که می‌نویسن کامله. مثلا شاید یه پروگرامر اینجا بیاد فقط یه وب اپلیکیشن بنویسه، یه برنامه که تحت وب، مثلا یه لاگین فرم بنویسه که ملت بتونن مثلا تحت وب از طریق اون لاگین کنن. یعنی شما یه وبسایتی رو در نظر بگیرید، یه قسمتی از اون رو میاد بنویسه، ولی یه دیولپر نه، کلش رو میتونه بیاد طراحی کنه. خب، مثلا میاد مثال میگم، مثلا میتونه هم فرانت اند و هم میتونه بک اند رو بیاد طراحی بکنه. بک اند یعنی کل وبسایت رو میتونه کامل طراحی کنه، تست کنه، دیولپ کنه. خیلی مفاهیم شبیه همه، ولی در هر صورت میتونیم اینجوری بگیم که دیولپر کسیه که کار دیولپ کردن رو انجام میده. دیولپ کردن رو انجام میده. پس یک شخصیه که کار دیولپ کردن رو انجام میده. دیولپ کردن چی؟ دیولپ کردن یک کد. کدی که با چی نوشته شده؟ با یک زبون برنامه‌نویسی نوشته شده. با یک پروگرامینگ لنگویج، با یک زبون برنامه‌نویسی. خب، یا حالا اون زبان برنامه‌نویسی چیه؟ مثلا میتونه سی باشه، سی پلاس پلاس مثلا باشه، میتونه پایتون باشه، میتونه جاوا باشه، ها، زبان‌های مختلف. و اینکه ما توی مجموعه ممکنه بیشتر از یک دیولپر داشته باشیم. معمولا توی شرکت‌ها ممکنه که چندین دیولپر توی مجموعه باشه که هر کسی روی قسمتی از برنامه یا روی یک کد کار کنه، روی چند در واقع قسمت‌های مختلف کد کار کنن، که به اون تیم هم میگن دیولپر تیم یا دیولپمنت تیم، دیولپمنت تیم یا تیم توسعه. حالا تو این تیم هر کسی روی قسمتی از برنامه کار میکنه، یکی رو فرانت اند کار میکنه، یکی رو بک اند داره کار میکنه، هر کسی روی قسمتی کار میکنه. خب، و یه برنامه‌ای در نهایت نوشته میشه. خب، پس ما میتونیم بگیم از این بعد یک دیولپریم. چرا؟ چون قراره که یک برنامه رو به صورت کامل بنویسیم،
تستش کنیم، ارزیابیش کنیم، طراحیش کنیم. خب و با افراد دیگه تیم در تعامل هستیم و میتونیم در واقع برنامه‌های خیلی خوبی رو طراحی بکنیم. چیزی که اینجوری بهتون بگم، اگر مثلا این برنامه نویسی بیاد که همون دیو میشه دیگه، دیو با نتورک بیاد ترکیب بشه، میشه چی؟ میشه دیو نت. پس اگر ما دیو یا همون توسعه رو بیایم با قسمت نتورک بیایم در واقع ترکیبش بکنیم، میشه چی؟ میشه دیو نت. یعنی چی؟ یعنی میتونیم اتوماسیون شبکه رو انجام بدیم. خیلی چیز خوبیه دیگه که شما بتونید اتوماسیون شبکه رو انجام بدید. در واقع افرادی که دیو نت کار میکنن میتونن اینفراستراکچر رو که اینفراستراکچر که همون زیر ساختتون میشه. زیر ساخت یعنی چی؟ یعنی اون روتر هاتون، یعنی چی؟ یعنی اون سویچ هاتون، یعنی چی؟ یعنی اون فایروال هاتون ها، یعنی چی؟ یعنی اون سرور هاتون رو خب میتونه بیاد چیکار کنه؟ کلا کدش کنه از کد. یعنی چی؟ یعنی کد بنویسید و اون کد بره یه اتوماسیونی رو، یه سری کارها رو تحت اون زیر ساخته انجام بده و این میشه فوق العاده میشه. یعنی چی؟ یعنی خودش بره یه سرور بیاره بالا، یه ورچوال ماشین بیاره بالا، روش مثلا بره یه کانفیگوریشن یه وب سرور بیاره بالا، اون وب اپلیکیشن رو تو مسیر وب سرور قرار بده. به این اینفراستراکچر از کد در اصطلاح IaaC هم میگن، یعنی اینفراستراکچر از کد یا IaaC هم ممکنه بشنوید. خب پس میتونه فوق العاده مهم و کاربردی باشه. یعنی شما وقتی برنامه‌نویسی رو یاد میگیرید فکر نکنید فقط قراره یه برنامه‌نویسی مثلا برنامه حسابداری و انبارداری بنویسید. نه، اصلا میتونید اتوماسیون شبکه رو انجام بدید و این میتونه فوق العاده باشه. خب میتونه فوق العاده باشه که در واقع کاربردهای خیلی زیادی هم میتونه برای ما داشته باشه. یکی از شاید بگم زبونهای برنامه‌نویسی که خیلی تو دنیا معروفه و تقریبا خیلی جاها ازش استفاده میکنن، زبون برنامه‌نویسی پایتون هست. پایتون یک زبون سطح بالاست، یعنی بهش میگن زبان سطح بالا. وقتی میگن سطح بالا یعنی چی؟ یعنی نزدیک به زبان انسانه، نزدیک به زبان انسان. خب بازم یعنی چی؟ یعنی دقیقا از همون کلماتی استفاده میشه که برای شما قابل فهمه. مثلا یکی از دستوراتی که تو پایتون هست پرینت یعنی چی؟ یعنی چاپ کردن. خب پس پرینت یعنی چاپ کردن. تو پایتون چیه؟ همینه، یعنی چاپ کردن. هر چی اینجا بنویسی بعد چاپ میکنه. خب ایف ما هممون میشناسیم دیگه، اینا کلمات انگلیسی ان دیگه. ایف یعنی چی؟ یعنی اگر. اینجا چیه تو پایتون؟ بازم اگر، یعنی شما میتونی شرط بذاری. خب وریبل، خب همه میدونیم یعنی متغیر، یعنی چیزی که میتونه مقادیر متغیر داشته باشه. اینجا چیه؟ اینجا هم همین. یا مثلا پلاس چیه؟ بعد جمع کردن دیگه، که دو تا عدد مثلا 2 و 4 مثلا با هم جمع کنم میشه 6. اینجا چیه؟ اینجا هم همینه. ماینس همینه، ضرب همینه. یعنی دقیقاً همون چیزایی که ما برای ما قابل فهمه و ما میشناسیمشون و تو زبان انگلیسی خب باشون سر کار داشتیم، اینجا هم داریم. برای همین میگن یه زبان سطح بالاست و چون زبان سطح بالاست و نزدیک به زبان انسانه، یادگیریش آسونه. خب کجا استفاده میشه؟ کجاها ما از پایتون میتونیم استفاده بکنیم؟ اگر من پایتون رو یاد بگیرم کجاها میتونم ازش استفاده کنم؟ میتونید شما تو بحث نتورک اتوماسیون ازش استفاده کنید. یعنی میتونید برنامه‌هایی بنویسید که برای اتوماسیون شبکه میتونه استفاده بشه. میتونید برنامه‌هایی بنویسید که برای وب استفاده بشه. برای وب یعنی برنامه تحت وب بنویسید. خب میتونید برنامه‌هایی بنویسید که برای OS اتوماسیون استفاده بشه. OS اتوماسیون یعنی چی؟ یعنی اتومات کردن OS میتونه استفاده بشه. حالا OS که میگم هم میتونه لینوکس باشه، هم میتونه چی باشه؟ ویندوز باشه. دیگه چی؟ میتونه تو بحث دیتابیس اتوماسیون استفاده بشه. خب میدونید ما دیتابیس رو تو سازمانمون ازش استفاده میکنیم، خیلی جا استفاده میشه. مثلا دیتابیس میتونه پشت وب سروراتون باشه، دیتابیس میتونه تو قسمت مانیتورینگتون باشه، دیتابیس مثلا شبکه‌تون باشه، دیتابیس مانیتورینگتون باشه. ما خیلی جا دیتابیس داریم و چیزی که داخل دیتابیس قرار میگیره دیتاست دیگه. پس آنالیز کردن دیتا یا فرآیندهایی که در سطح دیتابیس ها توسط دیوی ادمنستراتورهای ما انجام میشه میتونه تماما توسط پایتون انجام بشه. دیگه چی؟ دیگه میتونید برنامه‌هایی بنویسید که برای امنیت استفاده بشه. برای سکیوریتی ابزارهای امنیتی میتونید بنویسید. با پایتون
میتونید ابزارهای مختلف رو بنویسید، ابزارهایی که تو شبکه و امنیت میتونه کاربردی باشه، یا هر اپ دیگه ای رو میتونید طراحی کنید. حالا هر اپی دیگه، هر اپی مثل برنامه حسابداری، انبارداری، نمیدونم برنامه‌های تحت وب و خیلی چیزای دیگه. پس ببینید که پایتون یک زبون فوق العاده است، علاوه بر اینکه یادگیری ساده‌ای داره، علاوه بر اینکه نزدیک به زبون انسان هست، کاربردهای خیلی زیادی هم میتونه برای ما داشته باشه و باهاش کارهای خیلی زیادی رو میتونیم انجام بدیم. خب پایتون یه سایت رسمی هم داره، پایتون یه زبان رسمی هم داره که خب همون سایت python.org هست و این در واقع سایت پایتونه. ببینید python.org و اینجا رو نگاه کنید، تعریفش هم کرده پایتون یا های لول جنرال پرپس پروگرامینگ و باهاش همه کاری هم میتونید انجام بدید. خب و اینجا هم در موردش توضیح داده دیگه، میگه مالتی پلتفرم، یعنی رو انواع سیستم عامل‌های مختلف میتونید بیاریدش بالا و ازش استفاده بکنید. خب حالا تو سایتش که برید، تو سایت خود پایتون که برید، در مورد خود پایتون بهتون اطلاعات خیلی خوبی میده، در مورد حالا خود نرم افزارش، اینکه نرم افزارش رو چجوری دانلود بکنید، آخرین ورژناش یا ریلیزهای مختلفش رو بهتون میده. میبینید هم برای سیستم عامل ویندوز، مک، اندروید، نمیدونم برای لینوکس میتونید دانلود بکنید و نصب بکنید. من چون الان سیستم عاملم ویندوز، وقتی میام اینجا آخرین ورژنش رو روی سیستم عامل ویندوز بهم میده. خب اینجا داکیومنتیشن های خیلی خوبی داره، یعنی از خود سایتش به عنوان رفرنس میتونید استفاده کنید. ببینید اصلا بیگینر گاید داره، دیولپر گاید داره، ازش میتونید استفاده بکنید و نمیدونم یه سری پایتون ای بوک های مختلف رو اینجا معرفی کرده. کامیونیتی های خیلی خوبی داره، یعنی شما میتونید کامیونیتی های مختلفی که حالا خود پایتون هست برید و اطلاعات مختلف یا پروداکت های مختلف یا تغییرات مختلفی که حالا انجام میشه اینجا میتونید کامیونیتی ها داشته باشید. خب پس ببینید خیلی راحت میتونید ازش استفاده بکنید. حالا دو قدم اول شما نیاز دارید که اول پایتون رو نصب بکنید، یعنی برای اینکه بتونید به عنوان یک دیولپر برنامه بنویسید نیاز دارید که پایتون رو که یه نرم افزار رو سیستم خودتون نصب بکنید تا باش بتونید برنامه بنویسید. خب اینجا شما کافیه که این ورژن که آخرین ورژنش هم هست 3.13.7 رو دانلود بکنید. یه نکته هم بهتون بگم، برنامه‌هایی که با پایتون نوشته شده، پایتون خب مسلماً ورژن داره دیگه، همونطور که دارید می‌بینید. ورژن هایی هم که خب برای پایتون وجود داشته ورژن 2 بوده و ورژن 3. خب حالا 2x و 3x. یه سری برنامه‌ها بوده که با ورژن 2 نوشته شده و یه سری هم هست که الان می‌بینید با ورژن 3 نوشته میشه. مسلما اولین چیزی که تو ذهن شما هست میگید خب اصلا این ورژن 3 رو اگه من یاد بگیرم دیگه کفایت میکنه، چون هرچی برنامه میخوام بنویسم با ورژن 3 دیگه اوکیه. ولی اینم در نظر بگیرید که ممکنه جایی برسید که شما یک برنامه‌ای به دستتون برسه که با ورژن 2 نوشته شده، برنامه خوبیه ولی دیولپرش ادامه نداده. ما داریم در سطح اینترنت برنامه‌های فوق‌العاده عالی کاربردی ولی دیولپرش تا یه جایی دیولپ کرده دیگه ادامه نداده. خب اینجا شما میتونید این برنامه‌ها رو توسعه بدید، حتی از ورژن 2 به ورژن 3 هم تبدیلش بکنید. خب مسلما کسی میتونه این کارو بکنه که با ورژن 2 هم آشنایی داشته باشه. البته تغییرات آنچنان زیاد نیست، ولی مفهوم 2 و 3 به معنی اینه که شما ممکنه یه جایی برنامه‌ای رو ببینید که 2 و بخواید اینو بعدا به تبدیلش کنید به 3. یه سری ابزار برای این کار وجود داره، ولی خب نیازه که شما بدونید که آقا تو سایت برید مثلا ببینید ورژن 2 دستور چی بوده، حالا تو ورژن 3 دستورش چیه و بتونید جایگزین بکنید. خب اینم پس در جریان باشید که ممکنه یه همچین داستانی هم پیش بیاد. حالا اینجا اگه من بیام تو قسمت دانلود و بیام روی پایتون 3.13.7 خیلی راحت میتونم دانلودش کنم. حجم خیلی کمی هم داره، میبینید حجمش خیلی کمه، 27 مگه. خب حالا من خیلی راحت میتونم بیام الان شروع کنم به نصب کردنش. نصب کردنش خیلی ساده است. نگاه کنید اینجا من فقط کافیه روش دوبار کلیک کنم و اینجا رو خوب دقت کنید. اینجا قسمت بالا میگه اینستال ناو، میگه میخوای همین الان نصب کنی. دقت کنید دوستان، یه مسیری رو این انتخاب کرده که تو این مسیر میره چیکار میکنه، پایتون رو نصب میکنه. دقت کنید کجاست، یوزر، فریب، اپ دیتا، لوکال، اوکی، پروگرامز و پایتون 3.13. یعنی چی؟ یعنی میره تو یوزر پروفایل من نصبش میکنه. خب یادتون هم باشه وقتی پایتون نصب میشه یه سری چیزا رو به صورت دیفالت نصب میکنه یا اضافه میکنه. مثلا یکی از چیزایی که اضافه میکنه ماژول ها یا کتابخونه هاست. یه سری کتابخونه های دیفالت رو داره. این کتابخونه ها چیه؟ برنامه‌ای از پیش تعریف شدن، برنامه‌ای که از پیش نوشته شدن و شما این برنامه رو بعدا میتونید تو برنامه خودتون استفاده کنید. خب مثلا ماژول او اس، حالا بعدا با اینا بیشتر کار میکنه. خب که میبینید این خودش هم میگه اگر شما اینو نصب کنید، اینستال نو رو بزنید، خودش میاد یک آیدیل این نصب میکنه. آیدیلی چیه؟ اون محیط توسعه است، اون محیطیه که توش برنامه می‌نویسید. پیپ رو نصب میکنه. پیپ چیه؟ پکیج منیجر پایتونه، یعنی باهاش میتونید پکیج های مورد نیازتون رو نصب کنید. حالا این پکیج چیه؟ میتونه پکیج های ماژولاتون باشه، ماژولایی که نیاز دارید. خب پس با پیپ پکیج های مورد نظرتون رو نصب میکنید و یه سری داکیومنتیشن ها که برای یادگیری میتونید استفاده کنید. اگر خواستید میتونید مسیر رو عوض کنید. میبینید تو کاستوم اینستالیشن که بزنید میتونید خودتون بگید چیا نصب بشه، مثلا داکیومنتیشن رو میخواید، پکیج منیجر رو میخواید، مثلا آیدیلی رو میخواید یا نمیخواید اصلا. پس ببینید خودتون میتونید یه سری چیزا رو مشخص بکنید. من میگم چی؟ من میگم نه، من همین محیط رو میخوام. فقط یه نکته ببینید اینجا این دو تا گزینه رو تیکشو بزنید. وقتی این تیکو میزنید یعنی چی؟ یعنی میگه آقا پای.exe که برنامه پایتون هست وقتی میخواد اجرا بشه با ادمین پریویلیج اجرا بشه، یعنی با بالاترین سطح دسترسی اجرا بشه. و گزینه دوم اد پایتون تو پث رو اگه بزنید پایتون رو به پس ویندوز اضافه میکنه. خب و اینجا رو اگر نگاه کنید، من اگه اینجا بزنم پی سی، تو پی سی تون یه قسمت environment variable داره که
شما میتونید ازش استفاده بکنید. برنامه‌ای که تو environment variable ویندوز قرار میگیرن از هر جای قابل اجرا میشن. نگاه کنید تو یه قسمت داریم به اسم پس. خب وقتی اون تیکر رو بزنید میاد تو این پس اضافه میشه، میبینید میاد اینجا اضافه میشه. و وقتی شما اون برنامه رو از قبل تو این پس ها داده باشید، تو این environment variable داشته باشید، تو هر جای از ویندوز تو هر مسیری که باشید پایتون اجرا کنید اجرا میشه. در غیر این صورت اجرا نمیشه و بهتون خطا میده. حتما بعد برید تو فولدر اصلیش. حالا نیازی نیست من اینجا هم کار خاصی بکنم، فقط کافیه این تیکا رو بزنم. اوکی، به همین راحتی. بعد اینجا رو اگر نگاه کنید، این مسیری که حالا هست، اگه من برم تو این مسیر، بریم توی مسیر یوزر نگاه کنید. من میرم اینجا که این مسیر رو یادتون بمونه. خب اگه برم تو مسیر یوزر فریب، اینجا داره میاد. خب یه قسمتی داریم به اسم اپ دیتا، اپ دیتا که معمولا هم حالا چیزم هست، جزء فولدرهای هیدن هم هست. خب اینجا رو نگاه کنید. من اگه همین رو بزنم، اپ دیتا اینجا برام آورد، می‌بینید میاد تو این مسیر قرار میده. قبلا هم نگاه کنید من ورژن های دیگه از پایتون هم داشتم. اینم به عنوان یه نکته، شما میتونید روی سیستم چندین ورژن از پایتون رو نصب بکنید. چرا؟ چون ممکنه شما برنامه‌های مختلفی داشته باشید که با ورژن های مختلف پایتون توسعه دادید. خب اینو باید دقت کنید که مثلا ممکنه شما توی یه ورژن از پایتون یه قابلیتی داشته باشید که توی ورژن دیگه نداشته باشید یا حذف شده باشه یا تازه به وجود اومده باشه. حالا الان من میخوام بیام اینجا این پایتون رو میخوام بیام نصبش کنم. چقدر راحت اینجا اینستال نو رو میزنم و شروع می‌کنم به نصب. البته زدیم و نصبم کرد دیگه. خب بعد داشتم بهتون توضیح میدادم که این چیه. حالا نگاه کنید وقتی پایتون نصب شد، دیگه من بیام اینجا بزنم پایتون، میبینید که اینجا پایتون رو برای من میاره. نگاه کنید اگه اینجا بزنم پایتونی که من نصب کردم و اینجا میاره که این پایتون است. من همین پایتون رو نصب کردم دیگه. نه اینجا نمیدونم نصب کردم نکردم، مثلا یادم رفت. اینجا من انتخابش میکنم، اینستال میزنم که بریم ببینیم چیکار میکنه. 3 13 7 میزنم که نصبش انجام بشه. بذار صبر می‌کنیم ببینید همه چی رو داره نصب می‌کنه. تمام گزینه‌هایی که بهش گفتم مثل مانیتور TDLT، داکیومنتیشن، پکیج منیجر، پیپ، همه رو داره نصب می‌کنه. اوکی ببینید ستاپ باز ساکسسفول. پس نصب من انجام شد. کلوز می‌کنم. حالا تو همون مسیری که بهتون گفتم که اینجا این پایتون 313 است، می‌بینید اومد تو این مسیر. خب یوزر فریب اپ دیتا لوکال پروگرام پایتون. و اینجا اگه نگاه کنید یه سری ماژولا رو اومده نصب کرده. می‌بینید اینا هم پسوندشون هم پایه. بازم اینجا بد نیست بدونید که پسوند برنامه‌ای که با پایتون نوشته میشه چیه؟ پایه. می‌بینید با پسوند پایه. پس اینا یه سری برنامه‌ای از پیش نوشته شده است که در اصطلاح بهشون ماژول یا کتابخونه هم میگن. می‌بینید اینا برنامه‌ای که قبلا نوشته شده و شما با یه نوتپد ساده هم میتونید برنامه رو باز کنید. برنامه‌ای که از قبل نوشته شده برای راحتی کار شما که دوباره نیاید این برنامه رو بنویسید. برای کارهای مختلف، مثلا برای کار با ماژول برای کار با او اس یا سیستم عامل. و یه سری چیزای دیگه هم اینجا هست، مثلا خود پایتون داده اگزه برای اجرا کردن برنامه‌های پایتونی، داکیومنتیشن های مختلفی که حالا اینجا دارید تحت وب هست و غیره که تو این مسیر قرار میگیرن. خب اینجا اگه من بیام و پایتون رو بزنم، الان نگاه کنید اینجا پایتون 313 هم اضافه شده. می‌بینید 313 7 هم اضافه شده. حالا اینجا ما یه چیز داریم دوستان به اسم IDLE که اینجا می‌بینید اینجا اضافه شده. IDLE در واقع به عنوان یک environment variable، به عنوان یک environment یا در واقع به عنوان یک environment زبان برنامه‌نویسیه. خب که شما میتونید داخلش برنامه بنویسید. داخلش شما میتونید برنامه بنویسید. ببینید IDLE یک محیطیه برای توسعه برنامه. خب بهش میگن Integrated Development Environment. خب که برای خود پایتون هم هست. البته اینم بدونید که ما در واقع IDE های مختلفی داریم که شما میتونید استفاده بکنید. ولی الان چیزی که دارم در موردش صحبت میکنم خود IDLE مربوط به پایتونه که اینجا اگه من بزنم IDLE میارتش برام بالا. نگاه کنید اینجا. حالا الان من اینجا ندارمش، بذار ببینم تو IDLE که من داشتم IDLE اینجا الان برمیادش بالا. این IDLE ببینید هم ورژن 313 هفته و میبینید که پایتون من الان نصب شده و اینجا میبینید سه تا علامت بزرگتری که اینجا هست این اینترپریترش یا همون مفسرشه. خب اینجا دستورات که شما بزنید همینجا اجرا میشه. یعنی مثلا اگه من بزنم اینجا دستور پرینت رو بزنم، خب دستوری که میزنم همینجا اجرا میشه. مثلا نگاه کنید من هرچی اینجا بزنم اینو برام چاپ میکنه همینجاست. ولی اگه من این صفحه رو ببندم بسته شده، جای سیو نمیشه. به عبارت دیگه محیطی نیستش که شما بتونید برنامه‌ای رو توسعه بدید. فقط برای تست برنامه است، یعنی برای تست کدها یا تست ماژولات، تست دستورات ازش استفاده میشه. خب و یه محیط تقریبا میشه گفت خیلی سبکی هم هست، یعنی اونقدر حرفه‌ای هم نیست. اگر هم شما بخواید یه برنامه بنویسید میایید تو قسمت فایل سیو از رو میزنید، ببینید پسوند فایلاش، پسوند برنامه‌های پایتونی همشون چی هم پایه. حالا مثلا من اینجا یه برنامه‌ای مثلا می‌خوام بنویسم که با مثلا اسمش تست باشه. این برنامه الان به اسم test.py روی دسکتاپ من ذخیره شد. خب نگاه کنید اینجوری بعد بنویسید. یه نیو فایل اول ایجاد می‌کنید، یه فایل جدید میشه. بعد این فایلی که نوشتید رو سیوش می‌کنید. مثلا من اینو میارم به همین اسم ذخیرهش می‌کنم. خب الان این کار بعد انجام شده باشه. بریم رو دسکتاپمون رو نگاه کنیم. برای این فایل است. بذارید اینو پاکش کنم. یه بار دیگه بیایم اینجا بزنیم به اسم تست با پسوند پای ذخیره بشه. خب چی شد؟ الان نگاه کنید این فایل اومد اینجا ایجاد شد. خب test.py. خب حالا از این من هر چی بنویسم داخل این فایل ذخیره میشه. خب مثلا
پرینت. ببینید اینجا من هر چی دارم می‌نویسم خودم باید کاملش کنم، می‌بینید؟ و اینجا احتمالی که مثلا من سینتکس رو اشتباه بزنم یا نحوه نوشتن دستورات رو اشتباه بزنم خب زیاد. بعد اینجا من سیوش میکنم و از اینجا میتونم رانش کنم. نگاه کنید اینجا میره اینجا اجرا میشه، یعنی تو محیط اینترپریترش اجرا میشه. ولی نکته که داره این دیگه برای من سیو شده میمونه. این میشه یه برنامه خیلی کوچولوه. حالا برنامه‌ای که بعداً می‌نویسیم خب مثلا خیلی بزرگتر، شامل دستورات مختلف، ماژول‌های مختلف. اینم حتی من میتونم با نوتپد ویندوزم باز بکنم و ازش استفاده بکنم. ولی خب اگه دقت کنید IDLE پایتون اونقدر قدرتمند نیست، یعنی اونقدر حرفه‌ای نیست. IDE های خیلی قوی‌تری داریم که حالا بعد میریم سراغشون و باهاشون کار میکنیم. خب فقط الان بدونید که الان این IDE که الان ما باهاش کار کردیم IDLE ویندوزه، که حالا IDLE پایتونه که حالا شما میتونید از این IDE هم استفاده بکنید. اینجا وقتی روی پراپرتیش هم بیاید، تو ستینگش بیاید، میتونید فونت ها رو تغییر بدید، میتونید سایز فونت رو تغییر بدید. اگه خواستید میتونید از همین هم استفاده کنید. میتونید بولد کنید مثلا متن رو که راحت تر ببینید، میتونید هایلایت کنید، میتونید مثلا بیاید از یه تم خاص استفاده بکنید. اینا تنظیماتیه که میتونید روش انجام بدید. حالا بسته به سلیقه خودتون میتونید رنگ بندی ها، فونت ها، سایزشون، اینا رو میتونید تغییر بدید. پس با نحوه نصب پایتون آشنا شدید، دیدید خیلی راحت میتونید از ایدل خود ویندوز هم از ایدل خود پایتون هم استفاده بکنید و محیط کار رو برای خودتون آماده کنید. دیدید که ما دوستان میتونیم از IDLE پایتون استفاده کنیم. یعنی زمانی که شما پایتون رو نصب می‌کنید خودش یک محیطی برای نوشتن برنامه داره یا برای توسعه داره به اسم IDLE. ولی خب دیدید محیطش اونقدر محیط حرفه‌ای نیست و وقتی شما دستورات رو دارید می‌زنید خودتون بس سینتکس رو کامل کنید. سینتکس یه نحوه نوشتن دستورات هست. ما آیدی های مختلفی داریم که میتونیم استفاده بکنیم. ها یعنی آیدی های مختلفی هستش که ما میتونیم ازشون استفاده بکنیم که حالا برنامه‌نویس هر کسی ممکنه سلیقه‌ای از یکی از اینا استفاده کنه. IDE چیا هستن؟ یا کنید چقدر زیادن. IDE همونطور که بهتون گفتم یعنی Integrated Development Environment و آیدی های مختلفی داریم که شما میتونید ازش استفاده بکنید. بذارید من اینجا یه لیست بزنم که لیستشو بیارم. نگاه کنید مثلا خود IDE پایتون بود، پایچارم که میتونید استفاده کنید. یه سری از اینا پولی هم هست، مثلا پایچارم نسخه پولی هم داره. ویژوال استودیو کد که فوریه، بعد اسپایدر هست، تونی هست، پایدف هست. اینا رو میبینید همه رو میتونید استفاده کنید. همشون هم IDE ان. همشون هم IDE. من خودم از ویژوال استودیو کد استفاده میکنم. قبلا پایچارم استفاده میکردم ولی خب اون بحث در واقع لایسنسش و اینا خب موزل بود. ولی وی اس کد خب هم سبک‌تره هم راحت‌تره و شاید بگم یه محیط توسعه خیلی ایدئال میتونه برای شما باشه. خب که من اینجا از وی اس کد هم استفاده میکنم. اینجا شما اگر روی اینم بزنید، اینجا حالا در موردش نوشته که چیه. اینجا اگر خواستید دانلودش هم کنید میزنید وی اس کد. خب وی اس کد رو که بزنید میبینید سایت ویژوال استودیو کد میاد و خیلی راحت میتونید دانلودش بکنید. نگاه کنید اینجا اگر دانلود رو بزنید میتونید حالا بسته به اینکه سیستم عاملتون ویندوز، لینوکس یا مک هست دانلودش کنید. مثلا اینجا روی ویندوز، حالا ویندوز 10 یا 11 حالا هر کدوم خواستید میزنید، یه ذره صبر میکنه شروع میکنه به دانلود کردن. نگاه کنید داره دانلودش میکنه. حجمش یه چیز حدود 110 مگه. خب و اینو خب خیلی راحت میتونید دانلودش کنید. قبلا دانلودش کردم که دوباره نیاد شروع کنه به دانلود کردن و زمان اونو نگیره. پس دانلودش میکنید و خیلی راحت میتونید نصبشو انجام بدید. خب نصبشو خیلی راحت میتونید انجام بدهید. حالا من میخوام الان نصبشو انجام بدم. نصبش چجوریه؟ بریم با هم دیگه داشته باشیمش. اینجا من میارمش روی دسکتاپم. این فایل نصبیه که من دانلود کردم. روش دوبار کلیک میکنم و فرآیند نصب رو انجام میدم. نصب خیلی ساده ای داره، مثل بقیه نصبایی که برنامه‌ای که توی ویندوز نصب می‌کنید. لایسنس اگریمنت رو اکسپت می‌کنم، آیا اکسپت رو میزنم. بعد اینجا میگه خب بگو ببینم چیکارش کنم. نگاه کنید اینجا add open the code action to Windows Explorer بزنید که به اون ویندوز اکسپلوررتون اضافه بشه. اینجا میتونید بگید به اون دایرکتوری کانتکست منو وقتی کلیک راست می‌کنیدش می‌بینیدش، خیلی راحت بگم. یا مثلا به اون ادیتورتون میتونه اضافه بشه، به پس ویندوز هم اضافه میشه. نکست رو میزنم و اینجا بهم خلاصه کار رو نشون میده. اینستالو که بزنم شروع میکنه به نصب کردن. پس نصب خیلی ساده ای داره، چیز سختی نیست. ما برای چی ایده نصب میکنیم؟ برای اینکه محیط توسعهمون آماده کنیم، محیطی که برنامه‌نویسی بر بکنیم. در واقع اینجوری بهتون بگم تمام دیولپرها یه محیطی برای توسعه دارن. این محیط کارشون رو راحت میکنه و خطاهای کارشون رو کمتر میکنه. میبینید اینجا الان همه چی آماده است. کافیه من لانچ ویژوال استودیو کد رو بزنم و تمام باز میشه. این محیط منه. خب حالا من چون قبلا این در واقع یه سری چیزا رو بهش اضافه کردم، اینجا یه سری موارد رو داخل خودش داره. ولی از اینجا نگاه کنید، از اینجا که بیاید میتونید خیلی راحت چیزای مختلف رو بهش اضافه کنید. مثلا اینجا که حالا من پایتون رو دارم، نگاه کنید فولدریه که قبلا اومدم بهش اضافه کردم. مثلا یه چیزیه که قبلا بهش اضافه شده. خب این پایتون رو قبلا بهش اضافه کردم، یه فولدر. ولی اینجا نگاه کنید من اینجا کلیک راست که میکنم، ادیتورش رو میتونم باز کنم، تایملاینش رو میتونم باز کنم. بعد این قسمت حالا بالاش، این بالای بالا
قسمت اکسپلوررش که میبینید میزنم یه اکسپلورر اینجا باز میشه، این لیست فایل‌ها و فولدرها رو بهم نشون میده. اینجا میتونم یه فولدر جدید حتی ایجاد کنم. نگاه کنید اینجا که میام مثلا یه فولدر میتونم یه فایل ایجاد کنم و اینجا قسمت سرچ میتونید سرچ کنید بین برنامه هاتون. اینجا اگر سورس کنترل داشته باشید، جایی که سورس ریپوزیتوری باشه، یعنی برنامه هاتون اونجا قرار داشته باشه، میتونید به اونجا وصلش کنید. بحث ران و دیباگ کردن برنامه هاتون رو انجام میده، اکستنشن ها رو و چیزای مختلف. خب که میبینید اینا رو همه ما میتونیم از اینجا داشته باشیم. حالا یه قسمتی داریم که مربوط به اکستنشن ها میشه. اینجا نگاه کن اکستنشن هاست. این اکستنشن ها چیه؟ یه سری برنامه‌های جانبیه که میتونه به VS کدتون اضافه بشه و قابلیتاشو بیشتر بکنه. خب یه جور مثل پلاگین میمونن. برای مثال اگه من اینجا پایتون بزنم، ببینید برای پایتون چه امکاناتی میتونه به این ایده من اضافه کنه. ببینید اینجا مثلا من اگر این قسمت رو انتخاب بکنم، در موردش توضیح میده که هر چیزی، هر کدوم از این برنامه‌ها چه کاری انجام میده. مثلا میبینید نوشته پاپولار ویژوال استودیو کد اکستنشن فور پایتون. خب مثلا میاد دستورات خودش کامل میکنه، بعد امکانات مختلفی رو بهش اضافه میکنه که اینا رو میتونیم اینجا داشته باشیم. خب چی میگه؟ میگه این الان نصب هست، نیازی نیست کاری بکنی. یا مثلا اینجا رو نگاه کنید، مثلا پایتون دیباگر داره، مثلا برای دیباگ کردن مثلا پایتون میتونید ازش استفاده کنید. هر کدوم دوست داشتید میتونید بیاید اینجا و اینستال بکنید. نگاه کنید اینجا امکان اینستال کردنش هست. مثلا من هر کدوم که بزنم میتونم بیام اینجا اینستالش کنم. بیام مثلا اینجا مثلا میتونم بیام و اونی که میخوامو انتخاب بکنم. مثلا اینجا مثلا اینا رو میبینید با دیفالت اومده نصب کرده. اگه خواستید میتونید آن اینستالش کنید. خب یا یه ورژن خاصی شما مثلا میتونید از اینجا بیاید اینستال بکنید. اوکی. حالا یه چیز باحال‌تر نگاه کنید، شما تو هر جایی که هستید اگر کلیک راست بکنید اینجا هم میبینید وی اس کد اضافه شده. خب یعنی اگه مثلا شما یه فولدری برای پروژه هاتون درست کنید، مثلا میتونید یه فولدری درست کنید به اسم پروژکت. خب بعد اینجا بیاید و وی اس کدتون رو داخل این فولدر باز کنید. نگاه کنید خیلی راحت میتونید کلیک راست کنید، اوپن ویت کد رو بزنید. خب حالا دقیقاً ببینید پروژه این فولدرتون اینجاست و اینجا همین باز شده. خب و اینجا مثلا میتونید بیاید مثلا پروژهتون رو ایجاد کنید. مثلا میتونید یه فولدر بسازید یا اینکه مثلا میتونید یه فایل بنویسید. مثلا یه فایلی به اسم test.py. ببینید پسوندو که میزنم خودش تشخیص میده و این لوگو پایتون رو میاره و اینجا میتونم شروع کنم به نوشتن کد. حالا اینجا نگاه کنید چقدر آیدی خوبه. من وقتی یه پرانتز میذارم خودش پرانتز رو میبنده، یعنی به صورت اینتلیجنت کار میکنه، هوشمنده. وقتی من یه دونه کد دابل کد میذارم خودش اون انتهاشو میبنده و این باعث میشه خطاهای من کمتر بشه، یعنی خطاهای سینتکسیم خیلی کمتر میشه. خب اینجا مثلا میگم هلو و تمام. خب و اینجا سیوش هم میکنم، کنترل اس میزنم سیو میکنم. اینجا اگر من کنترل شیفت پی رو بزنم میبینید یه قسمت این بالا باز میشه که میتونم تنظیمات مختلفی رو روی آی دی انجام بدم. یکی از قسمت‌های فوق العاده مهم اینه که اگر شما مثلا چند تا ورژن از پایتون رو نصب کردید، اینجا باید مشخص کنید از کدوم اینترپریتر یا مفسر میخواید استفاده کنید. وقتی من میزنم اینجا میتونم انتخاب کنم، مثلا میگم از پایتون 3.13.7 میخوام استفاده کنم. خب که فقط من الان همین یه دونه رو دارم استفاده میکنم، یعنی از این به بعد برنامه‌های من با این مفسر تفسیر میشه. و وقتی هم برنامه رو نوشتم خیلی راحت اینجا میبینید دکمه داره نوشته ران پایتون، خیلی راحت این برنامه رو اجرا میکنید، تو ترمینال پایین به من نشون میده. ببینید برنامه رو اجرا کرد و اینجا رو دارم میبینمش. خروجی هم اینجا نگاه کنید، اینجا ترمینال‌های مختلفی هست، مثلا پاورشل هست، گیت هست، کامند پرامپت هست. تو محیط‌های مختلف میتونید اجرای برنامه رو ببینید. خب پس خیلی راحت شما میتونید برید اینجا یه برنامه رو بنویسید و ازش استفاده بکنید، یعنی کارتون خیلی راحت میشه، نوشتن برنامه براتون ساده میشه. پس هر برنامه‌نویس نیاز به یک محیط آیدی داره که این آیدی تون هم میتونه یک مثلا وی اس کد باشه یا مثلا پایچار باشه، اسپایدر باشه. اگرم شما با آیدی خاصی کار میکنید میتونید از همون آیدی که راحت تر هستید ازش استفاده کنید. حالا نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که شما زمانی که دارید با پایتون دارید کار میکنید یا اصلا با هر زبان برنامه‌نویسی دارید کار میکنید، بعد حواستون به سینتکس باشه. به سینتکس چی؟ دستورات. یعنی چی؟ یعنی هر زبان برنامه‌نویسی برای خودش یه سینتکسی داره. دستور خیلی ساده بگم، سینتکس رو میتونید قواعد دستور زبان پایتون بدونید. پس قواعد و دستور زبان یعنی نحوه نوشتن دستورات بعد رعایت بکنید. مثال میگم، مثلا وقتی که دارید دستوری رو می‌نویسید حواستون به نحوه نوشتن دستور باشه. اون دستوری استراکچری داره. مثلا پرینت باید حتما اول اسم نوشته بشه، بعد پرانتز باز، پرانتز بسته، و داخلش اگر می‌خواید چیزی قرار بدید داخل دو تا دابل کد یا سینگل کد باشه. خب البته حالا با دیتا تایپ آشنا میشید، می‌بینید که دیتا تایپ های مختلف داریم، مثلا استرینگ، نامبر. حالا بعد نامبرها نمیخواد دابل کد. و این سینتکس دستوره. یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا شما این دابل کد رو نزنی سینتکس ارور میگیری، اگر پرانتز رو نبندی سینتکس ارور میگیری. اگه مثلا شما مثلا داری از ایف استفاده میکنی، یه شرطی رو گذاشتی، خب اینجا کلون نظری ازت ایراد میگیره. ساختار دستور این شکلیه، تعریفش این شکلیه. بعد زیر این بعد به دستورات تو بنویسی. اگر شرط برقرار بود بدین دستورات اجرا بشه. یعنی باید ساختار دستورات رو رعایت بکنید. ببینید مثال،
مثلا نگاه کنید، من یه برنامه تست دیگه، یه برنامه نوشتم تست دات پای، خب هیچی هم توش نیست. حالا میخوام بیام یک مثلا پرینت بذارم توش. نگاه کنید، میگم پرینت پرانتز باز پرانتز بسته. حسن اینکه از آیدی استفاده میکنین که خیلی از این سینتکس ها رو براتون کامل میکنه. خب پرانتز باز پرانتز بسته. خب حالا نگاه کنید، اگه من پرانتز رو ببندم، یه دونهشو بردارم، میبینید بهم ارور میده. اینجا میبینید قرمز شد. خب و اینجا وقتی که من پرانتز دومو میذارم درست میشه. حالا اینجا نگاه کنید، یه دابل کوت که میذارم خودش دومی کامل میکنه. حالا اگه یکیشو بردارم، نگاه کنید دوباره قرمز میشه. خب یعنی بعد حتما درستش کنم. حالا اینجا مثلا میگم هلو و وقتی که حالا من اینو اجرا میکنم اجرا میشه، چون هیچ مشکل سینتکسی نداره و دستور داره کار خودش رو انجام میده. حالا اگه مثلا این دابل کوت رو بردارم، نگاه کنید وقتی اجراش میکنم اینجا سینتکس ارور بعد بگیرم. نگاه کنید سینتکس ارور میگیرم، یعنی میگه ارور نوشتاری داری. خب و دقیقاً هم بهم میگه آقا اینجا یه دابل کوت داشتی، اینجا باید دابل کوت رو میبستی، اینی که باز کردی یه جا باید ببندیش. خب پس من اینجا بعد بیام این دابل کوت رو اینجا ببندمش. بهم میگه دقیقاً مشکل کجاست. یا اگه مثلا من این پرانتز رو بردارم اجرا بکنم، دوباره بهم سینتکس ارور میده، میگه نگاه آقا تو اینجا یه پرانتز باز کردی دیگه، پس این پرانتز تو بعد ببندی. حالا هر جایی میخوای ببندی ببند، بعد ببندیش. خب پس اینم داره به من میگه، یعنی بهم سینتکس ارور رو داره بهم میده. حالا مثلا نگاه کنید، من اینجا ایف میذارم. حالا با ایف که آشنایی نداریم، خب ولی حالا فعلا داریم یه مثال داریم با هم میریم جلو. اینجا مثلا میگم مثال، مثلا میگم که 4 مثلا بزرگتر از مثلا 3. خب بعد یک کلون میذارم اینجا. حالا اگر این شرط برقرار بود چیکار کن؟ ببینید وقتی اینتر میزنم خودش میاد زیر این ایف قرار میگیره، این دستوراتی که مربوط به این ایف است. خب اینجا میگم مثلا پرینت کن مثلا چی و 4. خب اگر من این پرینت رو بردارم بیارم بچسبونم اول بلاک برنامه، ارور میگیره. میگه آقا تو یه ایفی برای من نوشتی، تو این ایفی که نوشتی شرط برقرار بود، من چیکار کنم؟ ببین بگو چیکار کنم. این که الان پرینت است، این پرینت بلاک اصلی برنامه است. اگر میخوای این پرینت جزء ایف باشه، یه تب فاصله بده که بیاد زیر ایف قرار بگیره، مشخص باشه این دستورات مربوط به ایف هستن. پس سینتکس دستورات رو باید رعایت کنید. هر دستوری که شما یاد میگیرید و دارید میخونید سینتکسش هم مشخصه. سینتکس دستورات از اول سعی کنید خوب یاد بگیرید و سعی کنید سینتکس رو درست بنویسید که ارورای سینتکسی نگیرید. توی نوشتن برنامه‌ها بعد از الان سعی کنید که برنامه‌هایی که می‌نویسید برنامه‌های تمیزی باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر برنامه شما رو یه دیولپر دیگه خواست ادامه بده، بفهمه شما چی نوشتید یا قابل فهم باشه. وقتی برنامه رو توسعه میدید، خب به طب ممکنه برنامه شما یه برنامه خیلی بزرگی بشه، یعنی اگه تعداد خط خیلی زیادی تشکیل بشه. خب نکته‌ای که وجود داره اینه که سعی کنید برای قسمت‌های مختلف برنامه توضیحات بذارید. پس این توضیحات خیلی مهمه. مثلا مشخص کنید آقا یه بلاک برنامه داره چه کاری انجام میده، اون بلاک رو برای چی نوشتید، اون دستورات رو برای چی نوشتید، قرار چه کاری انجام بشه. خب به این توضیحاتی که شما دارید برای یه قسمت از برنامه تو کدتون دارید قرار میدید، در اصطلاح میگن کامنت. کامنت گذاری که با هشتگ هم هست. شما هر جا هشتگ بذاری میتونید یه کامنت بذاری. و یه نکته ای هم که وجود داره اینه که وقتی شما داری کامنت رو میذاری، این کامنت ها در خروجی دستورات شما تأثیری نداره، یعنی فقط جنبه توضیحات داره. پس از کامنت گذاری میتونیم استفاده کنیم همین راحتی. چجوری میتونم کامنت بذارم؟ خیلی ساده. نگاه کنید، این الان برنامه منه، یه برنامه است دیگه. خب مثلا برای این پرینتر میخوام یه توضیح بدم. سعی کنید توضیحات منطقی باشه، یعنی یه توضیح درست حسابی باشه. یه کامنت میذارم، بعد میگم مثلا this is مثلا test print مثاله. خب یه همچین توضیحی براش میذارم. حتی شما جلوی دستور هم میتونید بیاید توضیح بذارید. مثلا من اینجا کامنت بذارم، مثلا بیام بگم this is an other comment. خب ببینید رنگش هم فرق میکنه، یعنی این اصلا اجرا نمیشن موقع اجرای دستورات، خروجی اجرا نمیشه. خب اینم از این. حالا یه نکته فوق العاده مهم، یه زمانی شما میخوای یه قسمتی از دستورات اجرا نشن. مثلا یه دستوری رو نوشتی، میبینی برنامه به ایراد خورده، نمیدونی از کدوم قسمته، ولی فکر میکنی از اون قسمتیه که جدید تو برنامه‌ات نوشتی. خب و به اون قسمت شک داری، میتونی اون قسمت رو کامنت کنی. چجوری کامنت میکنن؟ خیلی راحت. قبل از دستور اگر شما هشتگ رو بذاری، اون دستور دیگه اجرا نمیشه. پس خیلی راحت با هشتگ گذاری میتونی کاری بکنی اول دستورات اون دستور دیگه اجرا نشود. به همین راحتی. مثلا نگاه کن الان پرینت ما داریم دیگه، الان من اجراش کنم پرینت اجرا میشه، هلو چاپ شد. خب حالا میتونم یه کاری کنم پرینت اجرا نشه. نگاه کنید یه هشتگ اولش میذارم، کامنت شد، دیگه اجرا نمیشه. پس از در واقع هشتگ برای کامنت گذاری میتونید استفاده کنید برای توضیح قسمت‌های مختلف کدتون. باعث خوانایی بیشتر میشه، قابل فهم‌تر میشه، هر دیولپری میتونه برنامه شما رو تحلیل بکنه، بفهمه. و از طرف دیگه اگر نخواستید یه قسمتی از کد اجرا بشود و خواستید تست بکنید، میتونید از هشتگ استفاده کنید. کافیه هشتگ اول دستورات بذارید که اجرا نشه. تو زبان‌های برنامه‌نویسی ما یه اصطلاحی داریم به اسم واریبل. یه اصطلاحی داریم به اسم واریبل.
همونطور که از اسمش مشخصه وریبل یعنی چی؟ یعنی متغیر، یعنی چیزی که مقدارش میتونه تغییر کنه. به مقداری که داخل وریبل در اصطلاح قرار میگیره میگم ولیو. پس ولیو یعنی چی؟ یعنی مقدار. خب حالا اینکه چرا ما از متغیر استفاده میکنیم؟ برای اینکه بتونیم یک دیتایی رو داخل کجا قرار بدیم؟ داخل حافظه یا داخل رم قرار بدیم. میایم داخل حافظه یک محلی رو تعریف میکنیم به اسم وریبل که یک مقداری رو داخلش قرار بدیم. خب پس هر متغیر برای خودش یک اسمی داره و یک مقداری داره. خب مثال میگم، مثلا شما میتونید متغیرها رو مثل یک ظرف ببینید، خب که توش میتونید مقادیر مختلفی بذارید و این مقادیر هی میتونه تغییر کنه. مثلا شما وقتی یه ظرف رو در نظر ظرف رو در نظر بگیری، میتونی مثلا توش تخم مرغ بریزی، میتونی مثلا بعدش عوض کنی، مثلا توش نون بذاری، میتونی توش نمیدونم برنج بذاری. خب یعنی مقدار اون ظرفه میتونه تغییر کنه. خب اینجا هم همینه، وقتی که ما یک متغیر داریم تعریف می‌کنیم، این متغیر مثل یک فضاییه که شما یا لوکیشنیه که شما توش یک مقداری رو داری قرار میدی، یک ولیوی رو داری قرار میدی. حالا خود این ولیو میتونه انواع مختلفی داشته باشه. خب این ولیو چیه؟ در نهایت دیتاست دیگه و این دیتا خودش انواع مختلفی داره که حالا باهاش آشنا میشیم با انواع دیتا ها. ولی بدونید مثلا ما یه دیتایی داریم استرینگ رشته است، دیتایی داریم که جنسش نامبر عدده، دیتایی داریم که مثلا جنسش مثلا بولینیه و خیلی چیزای دیگه. پس میتونن داخل این قرار بگیرن. یعنی بسته به نوع دیتای شما، نوع وریبل شما هم خب متفاوت میشه. پس وریبل ها یه جور نگهدارنده دیتا به حساب میاد. شما دیتاتون رو میتونید داخل وریبل ها بذارید و خیلی راحت باهاشون کار بکنید. حالا نکته که وجود هم داره اینه که شما میتونید یک مقداری رو داخل وریبل بذاری، یا اینکه مثلا میتونید مقدار رو از کاربر بگیری، یعنی به عنوان ورودی بگیری. یعنی مقدار رو ورودی کاربر بده، مثلا اسمشو کاربر بده و این اسم بره تو این متغیر قرار بگیره و بعدا با اسم شما کار مختلف کنه. یه نمونه کاربردیشو میخوام بهتون بگم. مثلا دیدید یه سری برنامه‌ها که برنامه مثال میگم، مثلا سیستم ثبت نام دانشجویی مثلا شما میرید کد دانشجویی میزنید، کد دانشجویی. یا مثلا دیدید بانک میرید، شما مثلا میرید پیش مثلا بانک، کارمند بانک میگه کد ملیتون رو بدید. خب شما کد ملی رو میدی، این کد ملی رو وارد برنامه‌اش میکنه و این وقتی کد ملی رو وارد کردی میره داخل حافظه اون قسمت مورد نظر. خب و بر اساس اون مثلا یه سری دیتا ها رو میاره. خب پس یه دیتایی رو به عنوان ورودی ما داریم میدیم و این دیتا میره یه جایی داخل حافظه ذخیره میشه. خب حالا این متغیر رو چجوری تعریف میکنن؟ خیلی راحت، یه اسم بهش میدم، مثلا میدم f name میدم f name. f name اسم متغیرمه. میخوام بدم فریبرز، اسممو بدم. فریبرز یه رشته است دیگه، از یه تعداد کاراکتر تشکیل شده. اینجا بعد برای رشته ها یادتون باشه هر چیزی که رشته است بین دو تا سینگل کوت یا دو تا دابل کوت می‌نویسم. پس هر چیزی که جنسش رشته است، یعنی یه تعداد کاراکتر هست، بین دو تا سینگل کوت یا دابل کوت می‌نویسم. مثلا می‌نویسم فریبرز. نکته‌ای که در مورد پایتون وجود داره اینه که نیازی نیست شما دیتا تایپ رو براش مشخص کنید. نیازی نیست بهش بگید این متغیر مثلا استرینگ، خودش بر اساس جنس دیتا تشخیص میده که نوع دیتا چیه. مثلا الان هر چیزی که بین دو تا دابل کد یا سینگل کد باشه میفهمه که این رشته است. حالا میگم ال نیم یعنی لاست نیم. لاست نیم من چیه؟ میگم فلاح زاده. فلاح زاده. خب بعد میگم ایج، سنم چقدره؟ خب سن عدد دیگه رشته که نیست. پس میگم سنم چیه؟ 45. حالا این 45 رو میتونم به صورت رشته بنویسم، مثلا دو تا دابل کد بنویسم، بازم میشه چی؟ بازم میشه استرینگ. خب ولی الان چیه؟ عدده. خب به همین راحتی. پس بسته به نوع نوشتن من داره که اگه من عدد بنویسم میفهمه عدده، اگه من بنویسم مثلا رشته بین دو تا دابل کد یا سینگل کد بنویسم میفهمه رشته است. پس میبینید اینجا من یک مقدارم، اینا مقدارن که داخل این متغیرها قرار گرفتن. بعد وقتی من اینا رو اینجوری بنویسم یه خیلی راحت میتونم تو برنامه ازشون استفاده کنم. مثلا میگم پرینت کن، مثلا میگم پرینت کن چیو؟ اف نیمو. ببینید اسم متغیر رو صدا میکنم. وقتی اسم متغیر رو میگم پرینت کن یعنی چی؟ یعنی مقدارش رو برام پرینت کن. میزنم نگاه کن الان فرست نیمو بهم میده. نه مقدار فرست نیم، مقدار متغیر فرست نیمو بهم میده که داخلش فریبرزه. در واقع اینجا چه اتفاق افتاده؟ اینجا من اومدم یک متغیری تعریف کردم به اسم اف نیم. خب این وریبلمه. از وریبل من اینجا الان اف نیمه و مقداری که داخلش چیه؟ فریبرزه. خب به همین راحتی. و همین کارو میتونم برای بقیه‌شون هم بکنم. مثلا اینجا میتونم بگم اف نیم و ال نیم. در مورد استرینگ ها اینو بهتون بگم، دیتا تایپ که استرینگ هم میتونید پلاس استفاده کنید، یعنی میتونید به هم کانکتشون کنید، به هم بچسبونیدشون. خب الان من اگه اینو بزنم نگاه کنید چه اتفاقی افتاد، فریبرز فلازاده به هم چسبوند. حتی من میتونم بینشون یه فاصله هم بذارم، یه مثبت بذارم، یه دابل کوت اینجا بزنم، یه فاصله بینش بذارم، یعنی خود فاصله رو هم به عنوان استرینگ بذارم. حالا اگه بزنم نگاه کنید بین فریبرز و فلازاده یه اسپیس هم فاصله گذاشتم، ببین چه باله. و همین راحتی یعنی من متغیرمو که تعریف کنم دیتا داخل متغیرم باشه، اون دیتا رو میتونم تو جاهای مختلف برنامه ازش بارها و بارها استفاده بکنم.
ما در مورد وریبل ها صحبت کردیم و خب دیگه الان شما میدونید وریبل چیه و دیدید هر وریبل برای خودش چی داره؟ یه اسم داره. اینو باید بدونید که ما یه سری قوانین نامگذاری داریم، یعنی اینجوری هم نیست که هر چی خواستید بذارید. مثلا اسم متغیر رو نمیتونید مثلا یه عدد بذارید، مثلا بگید 4 برابر با 1. این اسم نیست، یه عدده. پس یه سری اسم گذاری‌ها رو باید یاد بگیرید، قوانین رو باید یاد بگیرید. مثلا پرینت خودش یه دستور دیگه، نمیتونید خودش رو بیاید به عنوان یه اسم بذارید. خب پس یه سری استثناها این وسط وجود دارن. خب بیایم این در واقع ببینیم چه جوری میشه اسم گذاری کرد. ببینید یه وریبل نیم یا اسم حتما باید با یک کاراکتر، با یک لتر یا حرف شروع بشه. پس بعد حتما با یه حرف شروع بشه. پس مثلا با یه حرف مثل A، مثل B ها بعد شروع بشه. یا میتونه با آندرسکور شروع بشه. آندرسکور خط تیره‌ای که به سمت پایینه. مثلا اگه شما بخوای عددم اینجا استفاده کنی، اگه قبلش آندرسکور بذاری میتونی. خب یه وریبل نباید با عدد شروع بشه، نمیتونی اینجوری با عدد شروعش بکنی. مثلا نمیتونی بگی 4A برابر با فلان. خب پس نمیتونی. یه وریبل میتونه شامل در واقع کاراکترهای آلفانومریک و آندرسکور باشه. یعنی چی؟ میتونه شامل A تا Z بزرگ، A کوچیک تا Z کوچیک و آندرسکور باشه. یعنی چی؟ یعنی اینا کاراکترهای مجازن که شما میتونید استفاده بکنید. یادتون هم باشه یه متغیر کیس سنسیتیوه. یعنی چی؟ یعنی حساس به حروف بزرگ کوچیکه. مثلا اگر من اینجا نوشتم age، خب این متغیر ایج مثلا توش مقدار مثلا 45 با این متغیر که ایج و با حروف کوچیک نوشته شده فرق میکنه. خب پس متغیرها کیس سنسیتیو هستن. اینا رو باید بهشون خیلی دقت بکنید. و یه سری پایتون کیورد هست، بهشون میگن کیورد که رزرو شدن. مثل چی؟ مثل پرینت، مثلا ایف. میگه آقا اینایی که رزرو شدن تو پایتون داری ازش استفاده میکنی، اینا رو به عنوان اسم متغیر انتخاب نکن. پس اینا شد قوانین کار که باید حتما در نظر بگیرید. خب یه سری قوانین دیگه هم هست که میتونید رعایت کنید، میتونید رعایت نکنید. البته این باعث میشه که برنامه شما حرفه‌ای‌تر به نظر بیاد. شما میتونید از چند تا ورد هم استفاده کنید. یعنی یه متغیر تعریف کنید که از چند تا کلمه تشکیل شده. یه متغیری تعریف کنید که شامل چند تا کلمه است یا چند تا ورده. به چندین نوع روش مختلف میتونی بنویسیش. مثلا فرض کنید یه متغیری داری به این صورت، مثلا y گفتم my variable name. خب این یه متغیره. خب حالا فرض کنید من اینو میخوام بنویسمش. اولا خب این یه جور نوشتنشه. حالا اگه بخوام استاندارد بنویسم، یه روشی داریم بهش میگن کامل کیس. روش کامل کیس یعنی چی؟ به چه صورتیه؟ اینجوریه که همه در واقع اینو ما مثالمون رو اینا مای وریبل، همه در واقع کاراکترها، یعنی در واقع تمام این نگاه کنید چند تا ورده، 3 تاست. خب 3 تا ورده. تمام وردها کاراکتر اولشون رو بزرگ می‌نویسید به جز اولی. پس تو این حالت هر وردی به استثنای اولی، ببینید به استثنای اولی تمام وردها کاراکتر اولشون رو بزرگ می‌نویسید. یعنی میشه چی؟ مای اول حالت اول دست بهش نمیزنه. بعدی کاراکتر بعدی ویشو بزرگ می‌نویسم، بقیه کوچیک. بعد کاراکتر ورد بعدی انشو بزرگ می‌نویسم، بقیه کاراکترها کوچیک. این میشه کامل کیس. روش کامل کیس. بعد حالا مثلا میتونید اینجا یه مقداری هم بهش بدید، مثلا مقدار بدید مثلا جان ها. روش بعدی دوستان پاسکال کیسه، بهش میگن پاسکال کیس. تو روش پاسکال کیس چجوریه؟ هر وردی که شما داری اولیشو بزرگ بنویسید، اولین کاراکتر بزرگ میشه. پس ببینید اولین کاراکتر هر کدوم بزرگ میشه مای امش بزرگه، ورد بعدی که وریبل بازم ویش بزرگه و نیم هم انش بزرگه. نه همیشه اگر چند تا ورد داری اون کاراکتر اولشو بزرگ می‌نویسید. اینم یه روشه. به این میگن چی؟ پاسکال کیس. دیگه چه روشی داریم؟ یه روش دیگه هم داریم که بهش میگن اسنک کیس. تو روش اسنک کیس چجوریه؟ میگن آقا شما چند تا ورد داری دیگه، خب متغیر شما چند تا ورد تشکیل شده، بنویسشون، یه آندرسکور بینشون فاصله بذار. نیاز نیست چیزی رو بزرگ و کوچیک کنی. شکلی پس از آندرسکور استفاده می‌کنید. خب می‌بینید بینشون آندرسکور، پس نیاز نیست کاراکتر اول بزرگ بنویسید، فقط وردها رو از هم با یه آندرسکور جدا می‌کنید. به همین راحتی به اینم میگن اسنک کیس. پس اینا نحوه نوشتن و قوانینیه که تو اسم‌گذاری متغیرها استفاده میشه که رعایت کردنشون باعث تمیزی برنامه و باعث حرفه‌ای‌تر شدن برنامه میشه. تو این قسمت می‌خوایم یاد بگیریم که چطور به یک متغیر ولیو اساین کنیم. ما گفتیم که شما میتونید خیلی راحت
یک اسم برای متغیر در نظر بگیرید، از علامت مساوی استفاده میکنید و یک مقداری رو بهش اساین میکنید. خب پس تقریبا میشه گفت با نحوه اساین کردن یک مقدار به یک متغیر آشنایید. ولی حالا سوال اینجاست، آیا من میتونم مالتیپل ولیو هم بدم؟ یعنی چی؟ یعنی میتونم چند تا مقدار هم به متغیر بدم؟ مثلا همچین چیزی امکان پذیر هست؟ یعنی مثلا من میتونم چند تا مقدار، مثال میگم این چند تا معنی داره دیگه، مثلا میتونیم مثلا من چند تا ولیو رو، چند تا مقدار رو به چند تا چی بدم، به چند تا وریبل بدم. همچین چیزی امکان پذیر هست؟ بله. پس ما میتونیم چند تا ولیو رو به چند تا متغیر بدیم. حتی این امکان هم هست که شما چند تا ولیو رو به یک متغیر بدید. اینم بگم پس ببینید این دو تا معنی مختلفه. شما میتونید چند تا مقدار رو به یک متغیر بدید که مفهوم چی رو داره؟ آرایه ها رو داره یا اری رو داره. ما متغیرهای آرایه‌ای هم داریم که بعداً بهش میرسیم. اما الان هدف اینه که من میخوام چند تا مقدار دارم، میخوام اینو به چند تا متغیر بدم. شدنی هست؟ بله. چرا شدنی نیست؟ بریم با هم ببینیم چه جوری میشه این کار رو انجام داد. خب ببینید من میام چند تا متغیر تعریف میکنم. مثلا میگم متغیر x. خب میگم x. برای اینکه چند تا متغیر تعریف کنم میگم x یه ویرگول بعد y بعد چی بعد z. خب اینجا هم یه فاصله بینشون هم میتونم بدم این شکلی. خب حالا یه مساوی میذارم، سه تا متغیر دارم x y z. خب سه تا مقدار بعد به اینا بدم. مقدارها هم متفاوته. ببینید وقتی که میخوام سه تا مقدار متفاوت بدم از ویرگول استفاده میکنم بین متغیرها. خب مقدار اول رو مثلا میدم چی؟ میدم اورنج. خب میدم اورنج. بعد ببینید یه ویرگول میزنم، میرم مقدار بعدی رو میدم. مقدار بعدی چیه؟ بنانا. مقدار بعدی دوباره نگاه کنید ویرگول رو میزنم. مقدار بعدی و اینه که چیه؟ چری. اوکی. خب چه اتفاقی میفته وقتی که من سه تا مقدار متفاوت دارم؟ ببینید سه تا ولیو متفاوت دارم. خب این مقدار اول میره توی متغیر x، مقدار دوم میره توی متغیر y و مقدار سوم میره توی متغیر z قرار میگیره. پس دقت کنید من زمانی از این شیوه استفاده میکنم که سه تا مقدار متفاوت دارم و اینجا از چی استفاده میشه؟ از ویرگول استفاده میشه. حالا اینجا رو نگاه کنید، اگر من اینجا بیام پرینت رو بخوام بزنم با پرینت تست کنم، اگر بگم پرینت کن x رو، خب مسلما چی رو بعد من چاپ کنه؟ اورنج رو. نگاه کنید اورنج رو برام چاپ کرد. اگه من بگم پرینت کن، اگه بگم پرینت کن مثلا y رو، چی رو برای من چاپ میکنه دوستان؟ بنانا رو. و اگر من بگم بیا پرینت کن چری رو، میگم چری، پرینت کن زیرو، چیو چری رو برای من پرینت کنه. پس ببینید هر مقداری داخل متغیر خودش قرار گرفته. اما شما میتونید یک مقدار رو به سه تا متغیر هم بدید. اون مقدار برای سه تا متغیر یکیه، یا به عبارتی سه تا متغیر، سه تا مقداری داری که یکسانه و کاری که میخوای انجام بدی اینه که میخوای یک مقدار رو به سه تا متغیر بدی. شدنیه؟ بله. چرا شدنی نیست؟ این فقط یه ذره شیوهش متفاوت میشه دیگه. نگاه کنید اینجا من میگم x برابر با y برابر با z. خب سه تا مقدار این متغیرها با هم یکیه، میگم برابر با اورنج. اورنج. اوکی. یعنی متغیر x y z سه تاشون یک مقدار رو دارن. حالا نگاه کنید وقتی من اینو پرینتش کنم هر سه تا مقدار چی رو دارن؟ اورنج رو دارن. پس ما اینجا با دو تا چیز آشنا شدیم. یکی که اگه شما سه تا مقدار متفاوت داشته باشید میتونید به سه تا متغیر توی یه خط دستور بیای این کارو انجام بدی، یا میتونید یک مقدار رو به سه تا متغیر یا به چند تا متغیر اعمال بکنی. خب این تا اینجا کار. من همینطور بهتون گفتم میتونید چند تا مقدار رو به یه متغیر بدید. مثلا فرض کنید من یه متغیری دارم به اسم فروت یعنی میوه. خب چند تا مقدار بخوام بهش بدم چیکار میکنم؟ از اسکوئر براکت استفاده میکنم. خب میام چند تا مقدار بهش میدم. مثلا میگم اپل یعنی سیب یه ویرگول. اوکی. مقدار بعدی چیه؟ بنانا. خب بعد یه ویرگول. مقدار بعدی چیه؟ چری. چی شد این دفعه؟ سه تا مقدار. ببینید سه تا مقدار رو به یه متغیر دادم. به این نوع متغیرها میگن متغیرهای آرایه‌ای. پس متغیرهای آرایه‌ای شامل چندین مقدارن. خب حالا شما میتونید این متغیر آرایه‌ای که شامل یک لیستی از مقادیر هست رو آنپک کنید. در اصطلاح بهش میگن آنپک کردن. وقتی شما یه سری مقادیر دارید، چند تا مقدار دارید، داخل یه متغیر قرار میدی. وقتی ما اینجا چند تا مقدار داریم و این مقادیر رو شما میاید داخل یه متغیر قرار میدید، به این فرآیند میگن پک کردن. خب و متغیرهای ما از جنس آرایه هست. حالا ما میتونیم اینا رو آنپک کنیم. یعنی چی؟ یعنی هر کدوم از این مقادیر رو میتونیم از حالت پک خارج کنیم بذاریمش داخل متغیر، مثل یه کارتونی که توش یه سری وسایل بازش می‌کنه. هر کدوم از اون‌ها رو میتونید بردارید بذارید توی یه ظرف جدا یا بذارید توی یه جای جدا. خب به این میگن آنپک کردن. حالا من چجوری میتونم آنپک کنم؟ یاد گرفتیم دیگه چجوری میتونیم چند تا مقدار رو بیایم توش بذاریم. خیلی راحت. نگاه کنید مثلا من میتونم بگم مقدار x y z. یاد گرفتیم دیگه. الان اگه دقت کنید من اینجا سه تا مقدار متفاوت دارم. اپل و بنانا و چری سه تا مقدار متفاوتن دیگه. پس از اون شیوه اولیه استفاده می‌کنم. سه تا متغیر تعریف می‌کنم، بعد جلوش می‌نویسم چی؟ می‌نویسم فروتس. می‌نویسیم فروتس
یعنی میوه ها چیکار میکنه؟ میاد این فروت مقدار اولو میگیره میذاره تو x، بنانا رو میگیره مقدار دوم میذاره تو y، چری رو میگیره میذاره تو x. به همین راحتی. حالا اگه من اینجا بیام پرینت کنم میبینید که x من شامل اپل، اگر پرینت کنیم y رو شامل بناناس و اگر بیایم زی رو هم پرینت بکنیم شامل چی دوستان؟ چریه. یعنی عملا اینجا انگار آنپک کردیم، هر مقداری رو گذاشتیم توی متغیر جدا. خب میبینید که الان من سه تا متغیر رو به صورت جداگونه داخل متغیرهای x و y و z دارم. به این فرآیندم میگن پک کردن. پس با انواع مقداردهی آشنا شدید. اینکه شما میتونید یک مقدار رو به یه متغیر بدید، شما میتونید چند مقدار رو بیاید چند تا مقدار متفاوت رو به چند تا متغیر بدید، یک مقدار رو به چند تا متغیر بدید و یک لیستی از مقادیر رو یا چند تا متغیر رو میتونید به یه متغیر هم بدید، یا چند تا مقدار رو به یه متغیر بدید که بهشون میگن متغیرهای آرایه‌ای. تا اینجا با متغیرها ما یه آشنایی پیدا کردیم. خب و الان با نحوه اساین کردن ولیو به متغیرها هم آشنایی داریم. حالا دیدید دیگه ما مثلا به یک متغیر میتونیم یک مقداری رو اساین میکنیم. خب مثلا پایتون ایز مثلا سیمپل. خب این مقداریه که داخل متغیر قرار گرفت. حالا داستانی که وجود داره اینه که خروجی یک متغیر رو من چطوری میتونم داشته باشم؟ خروجی یک متغیر رو چطوری میتونم داشته باشم؟ تو قسمت‌های قبل ما اشاره کردیم شما میتونید از یک تابعی استفاده کنید به اسم پرینت. پس پرینت چیه؟ یه تابع است. تابع چیه؟ یه قسمتیه تو برنامه شما که شامل یه اسم مثلا پرینت و خودش شامل یه مجموعه دستوراته، میتونه شامل ورودی باشه و شامل چیه دوستان؟ خروجی. مثلا اینجا پرینت شامل این ورودی متغیره و خروجیش چی میشه؟ مقدارش میشه همون پایتون is مثلا simple. خب این کاریه که توابع انجام میدن. توابع یا فانکشن همیشه این شکلی هن. یه اسم دارن که اینجا اسم اون پرینت، پرانتز باز پرانتز بسته، اینجا بهش مقدار رو میدید. خب که به عنوان ورودیش میشه. خب حالا اینجا میبینید من متغیرمو دارم، یک لیستی از آیتم ها هست، یک لیستی از مقادیره. بعد اومدیم اینجا چیکارش کردیم؟ اینو اومدیم آنپکش کردیم. یعنی هر کدوم اومدیم سه تا متغیر باش تعریف کردیم، گفتیم آقا این متغیر لیست رو بریز تو این متغیرها. مقدار اول میریزه تو متغیر x، مقدار دوم میره تو متغیر y و مقدار سوم میره تو متغیر z و بعد اینا رو هر کدوم جداگونه پرینت کردیم که جداگونه آوتپوت هر کدوم از این متغیرها رو میتونیم داشته باشیم. خب حالا ما میتونیم به یه شیوه دیگه، حالا مثلا یه جور دیگه ببینیم. مثلا شما میتونید یه متغیر تعریف کنید به اسم x، یه مقداری رو توش بذارید مثلا پایتون. یه متغیر با یه مقدار. متغیر بعدی مثلا y باشه، مثلا بگیم y برابر با مثلا is. متغیر بعدی مثلا چی باشه؟ z باشه که مقدارش مثلا بذاریم سیمپل. خب حالا اینا رو چجوری میشه پرینت کرد؟ شما هر کدوم از اینا رو میتونید جدا جدا پرینت کنید. مثلا من میتونم بگم پرینت کن x رو. خب چه اتفاقی میفته؟ فقط x رو، یعنی خروجی متغیر x رو، خروجی متغیر x که میشه مقدار پایتون رو برای من چاپ میکنه. حالا اگه بخوام بگم پرینت کن y رو، الان خروجی متغیر x و خروجی متغیر y رو برام پرینت کنه. نگاه کنید خروجی متغیر x و y. و اگر بگم پرینت کن y رو، خروجی متغیر x y و z رو برام چاپ میکنه. خب حالا الان من سه تا دستور پرینت نوشتم که سه تا خروجی متغیرهای x و y و z رو باهاش بگیرم. آیا راهی داره که من تو یه خط اینو بنویسم؟ بله. یعنی میتونید از یه دستور پرینت استفاده کنید و سه تا مقدار x و y و z رو، متغیرهای x و y و z رو باهاش ببینید. چجوری؟ میتونم بگم پرینت کن x رو یه ویرگول، y رو و z رو. خب یعنی من با یه دستور پرینت تو یه خط دارم مقدار سه تا متغیر x و y و z رو میگیرم. خب چقدر بهتره؟ یعنی شما با یه دستور کار سه تا دستور رو داری انجام میدی. خب من میزنم، ببینید که اینجا پایتون ایز سیمپل رو داره به من نشون میده. خب یعنی پایتون ایز سیمپل که مقدار سه تا متغیر هست و اینجا برای من چاپ کرد. پس دیدید چه باحاله؟ یعنی به شیوه‌های مختلف میتونید خروجی متغیرها رو داشته باشید. حالا دیدید از ویرگول استفاده کردم. خب اینجا من از ویرگول استفاده کردم. حالا میخوام از پلاس استفاده کنم. پلاس گفتیم چیکار میکنه؟ کانکت میکنه. البته این قضیه توی متغیرهایی هستش که جنسشون چیه؟ استرینگ. تو استرینگ پلاس کار کانکت رو انجام میده، میچسبونه مقادیر رو به هم میچسبونه، اجرا میکنه. یا کنید پایتون ایز سیمپل رو به هم چسبونه، هیچ فاصله ای بینشون قرار نداد. گفتیم فاصله بخواید قرار بدید یه پلاس میذارید، یه دابل کوت و یه فاصله بینشون میذارید اینجوری، این شکلی. خب و حالا من دوباره این اجراش میکنم. نگاه کنید پایتون ایز سیمپل، میبینید یه فاصله بینشون گذاشت. پس اینجا پلاس کار چی رو انجام میده؟ کانکت کردن رو انجام میدهد. حالا یه نکته رو یادتون باشه، اشتباه نکنید. این فقط در مورد متغیرهای استرینگ، متغیری که جنس دادهشون استرینگ. اگر من مقدار x هم مثلا یه مقدار عددی باشه، y هم همینطور مثلا باشه 10، اینجا اگه بخوام این دوتا رو با هم بیارم نمیتونم بگم
x به اضافه y، اینجا چه اتفاقی میفته؟ x و y با هم جمع میکنه. خب پس اینجا اگر شما مقدار متغیرهاتون عدد باشه، مقدار متغیرها عدد باشه، وقتی از پلاس انجام میده عملیات ریاضی انجام میده، یعنی جمع میکنه. ببینید 5 و 10 رو جمع کرد شد چی؟ 15. پس باید به این خوب دقت کنید و به اینم دقت کنید اگر یکی از اینا در واقع یکی از این متغیرها استرینگ بشه، مثلا این باشه جان، ها یکیش استرینگه یکیش هم عدده، آیا امکان کانکت کردن یک دیتا تایپ استرینگ با نامبر وجود داره؟ نه. نگاه کنید نمیذاره. میگه آقا چیکار داری میکنی؟ داری ایکس و وای با هم جمع میکنی، کانکت میکنی، ولی حواست باشه اینجا دیتا تایپایی که شما داری اینتیجر و استرینگه. اگر میخوای کانکت کنی باید چیکار کنی؟ استرینگ استفاده کنی. یا من بعد بیام این عدد رو استرینگش کنم، یه راهش اینه، یه راهش هم اینه. خب بیام اینجا چیکار کنم؟ از یه تابع استفاده کنم. یه تابعی دوست داریم که میاد چیکار میکنه؟ هر چیزی رو به عنوان ورودی بهش بدی، هر چیزی رو که بهش بدی استرینگ به تحویل میده. خب مثلا اگه من اینجا x رو بهش تحویل بدم، x چیه؟ مقدارش 5 دیگه عدده. میاد این 5 چیکار میکنه؟ استرینگش میکنه که مشکل من حل بشه. خب الان نگاه کنی، میام اینجا کافیه بیام از تابع str استفاده کنم. به همین راحتی این میاد اینو میذارم این تو که اینو استرینگش کنه. دیگه x دیگه عدد نیست، استرینگه. خب و اگه من اجراش کنم نگاه کنید شد 5 جان، یعنی 5 رو به عنوان استرینگ دید و کانکت انجام شد. پس خیلی راحت میشه همین کاری رو انجام داد. در مورد متغیرها اینو باید بدونید که متغیرها میتونن به صورت حالا پرایویت باشن. پس میتونیم اینجوری بگیم که وریبل ها میتونن پرایویت باشن، میتونن چی باشن؟ میتونن گلوبال باشن. یعنی چی؟ وقتی متغیری رو گلوبال تعریف میکنید تو کل برنامه میتونید ازش استفاده کنید، ولی وقتی متغیری پرایویت فقط تو یه قسمت خاصی از برنامه استفاده میشه. برای اینکه این مفهوم خوب یاد بگیرید من مجبورم یه چیزی رو یه کوچولو اینجا براتون توضیح بدم و اون تعریف کردن فانکشنه. تا اینجا دیدید با یه سری از فانکشن ها مثل پرینت آشنا شدید، دیدید پرینت چیکار می‌کرد، یا با str آشنا شدید، دو تا فانکشن. حالا میخوام بهتون نشون بدم که یک فانکشن چطور تعریف میشه. میام یه متغیر اول تعریف میکنم، یه متغیر تعریف کنیم و یک مقداری رو بهش بدیم، مثلا بهش بدیم مثلا سیمپل، یک مقداری دیگه یه مقداری داره. حالا من اگه بخوام یک فانکشن تعریف کنم از کلمه کلیدی دف استفاده میشه. دف یعنی چی؟ دیفاین کردن. بعد فانکشن همیشه باید یه اسم شما در نظر بگیرید. مثلا فرض کنید اسم فانکشنی که من میخوام تعریف کنم مای فانک، اسم فانکشنمه، پرانتز باز پرانتز بسته. این جزء علامت مربوط به فانکشن. خب سینتکس. بعد اینجا چی میذاریم؟ کلون میذاریم. اینتر که کنم میاد زیر بلاک فانکشن قرار میگیره. حالا اینجا شما میتونید دستوراتی که مربوط به این فانکشن هست رو وارد کنید. مثلا میام میزنم پرینت، اوکی، میزنیم پرینت، مثلا میگم پایتون، میزنیم پایتون ایز. خب بعد اینجا یه پلاس میزنم، متغیر x هم بهش میدم. دقت کنید متغیر x کجا تعریف شده؟ تو بلاک اصلی برنامه. اگر این متغیر x داخل فانکشن بود میشد پرایوت، ولی چون الان داخل بلاک اصلی برنامه است این متغیر جنسش چیه؟ گلوباله. پس این متغیر الان جنسش گلوباله. چرا؟ چون تو بلاک اصلی برنامه است، به مین بلاکه. مین بلاک چیه؟ این در واقع این خط اول اینجایی که در واقع این ستون اصلی که برنامه‌تون میچسبه بهش میشه بلاک اصلی. خب این مثلا تو بلاک فانکشن قرار داره. خب و این متغیر رو من تو هر جای برنامه میتونم استفاده کنم. این مقدارش ثابته، مقدارش رو میتونم استفاده کنم. خب حالا من وقتی فانکشن رو تعریف میکنم اگه بخوام استفادهش کنم بعد اسمش رو صدا بزنم. مثلا میگم چی؟ مای فانک، خب پرانتز باز پرانتز بسته. و اگر اجراش بکنم چی میشه؟ هر بار که مای فانکشن یا اسم فانکشنمو صدا بزنم میاد میره سراغ این فانکشنه، نگاه میکنه، دستورش اجرا میکنه پایتون ایز و مقدار x رو و به جای x مقدارش رو جایگزین میکنه، یعنی میشه پایتون x سیمپل. خب نکنه من بزنم این اتفاقی میفته، نکنه پایتون ایز سیمپل. خب پس این حالتی که الان شما دیدید متغیر نوع تعریفش گلوباله. جایی هم نرفتیم بگیم گلوباله ها، ولی چون تو بلاک اصلی برنامه است میشه گلوبال ها. یا اگه مثلا برنامه اینجا نگاه کنید، مثلا من اینجا بیام یه پرینت بزنم، مثلا بگم پرینت کن x رو، بازم الان من x رو بزنم بازم همون مقدار سیمپل رو بهم میده. ببینی؟ یعنی مقدارش تو کل برنامه ثابته، کل برنامه ثابته و تو هر جای برنامه میتونم از اون مقدار، از مقدار متغیر استفاده کنم. اما حالا پرایوت چه شکلی میشه؟ همین رو نگاه کنید، همین که الان ما داریم. خب همین که الان داریم من میام داخل این فانکشن یه متغیر تعریف میکنم، مثلا x رو اینجا هم تعریف میکنم. پس ببینید x یکی تو مین بلاک هم هست، یکم اینجا دارم استفاده میکنم. خب x که اینجا تعریف میکنم مثلا مقدارش میذارم هارد، یعنی سخت. حالا این پرینت دوممو میام هشتگ میکنم اجرا نشه. ببینید از هشتگ اومدم استفاده کامنت کردم. خب حالا نگاه کنید الان وقتی من اسم فانکشن رو صدا میزنم میره سراغ این فانکشنه
x خب مقدارش هارده، بعد میاد دستور بعدی پرینت رو اجرا میکنه، میشه پایتون is x. کدوم x رو میاد جایگزین میکنه؟ مقدار کدوم x جایگزین میشه؟ اونی که داخل خود فانکشنه. یعنی شما مقداری داخل، اگر متغیری داخل فانکشن داشته باشه میره از اون استفاده میکنه. خب میزنم نگاه کنید چی زد؟ پایتون is hard. نیومد مقدار اون گلوبال رو بزنه. پس اگر شما متغیری داشته باشه که هم پرایوت باشه هم گلوبال، میرون پرایوت تر استفاده میکنه. یعنی اونی که پرایوته. حالا پرایوت هم یادتون باشه این که پرایوت فقط داخل اون فانکشنه یا داخل این بلاک فقط معنی داره، خارج از اون من بهش دسترسی ندارم. خب اینی که گلوباله، حالا نگاه کنید من اینی که میام مثلا کامنت خارج میکنم. پرینت دوم من که تو بلاک اصلی هست میره کدوم مقدار رو برمیگردونه؟ مقدار متغیری که به صورت گلوبال تو بدنه اصلی قرار گرفته. پس متغیرها رو شما میتونید به صورت گلوبال یا پرایوت تعریف کنید. توی وریبل ها دیدید که ما برای یک وریبل یک ولیو در نظر میگیریم، یک مقدار در نظر میگیریم و تا اینجا این داستان فهمیدید که یک ولیو یک دیتاه و یک دیتا میتونه انواع مختلفی داشته باشه، یعنی جنس‌های مختلفی داشته باشه. و سوال اینه که پایتون چه دیتاهایی رو ساپورت میکنه، با چه دیتاهایی میتونه کار بکنه. میتونیم اینجوری دسته‌بندی کنیم، یه دسته‌بندی حالا با هر کدوم از اینا جدا جدا کار میکنیم. دیتا تایپ هایی که تکسن، یعنی جنسشون چیه دوستان؟ تکسه، که به اینا میگن چی؟ دیتا تایپ های str. دیتا تایپ هایی که دوستان نامریک هستن، یعنی عددی هستن. نامریک اینا عددن. مثل چی؟ مثل اینت که اینتیجره. مثل چی؟ مثل فلوت که اعشاریه. مثلا این عدد 4، اینی که مثلا 4 ممیز مثلا 2 با یه دات اصلا جدا میشه. دیگه چی؟ مثلا دیتا تایپ های سیکونسی داریم. سیکونسی یا آرایه‌ای، خیلی ساده بگم آرایه‌ای. همون دیتا تایپی که شما میتونید در واقع دیتا تایپی که میتونید چند تا مقدار توی متغیر بذارید. مثل چی؟ مثل لیست، دیتا تایپ لیست، مثل تاپل، میتونه جزء این دسته باشه. دیتا تایپ هایی که شکل و شمایلشون به صورت مپینگه، یعنی میتونید دو تا مقدار رو به هم، در واقع میتونی وریبل رو به یک مقداری مپ کنی، بهش میگن مپینگ. مثل چی؟ مثل دیکشنری. مثلا این شکلیه، مثلا میاد میگید مثلا یوزر اینجوریه، مثلا میگن علی و این بهش میگن دیکشنری. خب ولی باشون آشنا میشیم. یه سری دیتا تایپ دارن بهشون میگیم ست، یعنی میتونه یک مجموعه باشه. خب یک مجموعه باشه مثل خود ست، خودش مثلا یه نوعشه. یه سری دیتا تایپ های دیگه داریم بهشون میگن بولیانی. پس دیتا تایپ های دیگه که داریم چی ان؟ بولیانی ان. بولین. خب یعنی چی؟ یعنی به صورت بول هستن، یعنی ترو فالس هستن. یه جاهایی ما نیاز بهشون داریم، مثلا بر اساس درست بودن یا اشتباه بودن میتونیم تصمیم بگیریم که یه کاری انجام بشه. پس اینا انواع دیتا تایپ هایی هستن که ما تو پایتون باهاشون سر و کار داریم و تقریبا تمام دیتا هایی رو که فکرشو بکنید داخل پایتون ساپورت میشه. و این دیتا تایپ ها نوع دیتا رو مشخص میکنن و بسته به شرایط شما ممکنه تو برنامه‌تون از دیتا های مختلف استفاده کنید. حالا تو قسمت های بعد قسمت به قسمت با هر کدوم از این دیتا تایپ ها کار میکنیم تا بتونیم حداکثر استفاده از این دیتا ها بکنیم، تا بتونیم هرچی بیشتر باشون کار کنید راحت تر میتونید از این نوع دیتا ها داخل برنامه‌تون استفاده کنید. تو پایتون ما با دیتا های مختلفی کار میکنیم. یکی از دیتا تایپ هایی که خیلی معروفه یا یکی از اون انواع دیتا هایی که خیلی معروفه و جزء دیتا هایی هستش که معمولا ما باهاش کار میکنیم، دیتا تایپ های نامبریه، یعنی عدد، یعنی با اعداد کار کنید. که دو نوع معروفشون، یکی اینت یعنی اینتیجر و یکیش هم فلوت یعنی اعشاری. عدد صحیح، عدد اعشاری. مثلا شما تو خیلی راحتی متغیر تعریف کنید به این صورت، نیاز به هیچ علامت خاصی هم نداره. خب ببینید یه عدد اینتیجر. خب اما اگه بخوای اعشاری تعریف کنی، این یک حرکت میذاری یه دات یا مثلا صفر هم میذاری، این میشه اعشاری، یعنی یه پوینت هم داره. پایتون خودش خیلی راحت میفهمه که شما عددی که وارد کردی اینتیجره یا عدد اعشاریه. خب به همین راحتی. حالا بریم اینا رو تعریف کنیم. میخوام یه چیز جالب بهتون بگم. مثلا ببینید اینجا من x رو میام تعریف میکنم، میگم 1. خب یه متغیر دیگه هم y تعریف میکنم، یه متغیر y هم تعریف میکنم، مقدارش میذاریم چی؟ میذاریم 2.5 یه مقدار اعشاری. حالا میام پرینت میکنم، مثلا میگم پرینت کن x رو، پرینت کن مقدار ای بابا x رو. خب نگاه کنید میاد اون مقدار رو برام چاپ میکنه، یعنی 1 رو برام چاپ میکنه، مقدار متغیر x رو. بعد میگم پرینت کن y رو.
مقدار متغیر y رو برام چاپ می‌کنی. نگاه کنید شد 2.5. حالا سوال از کجا میتونم بفهمم که مقدار یا نوع یه متغیر چیه، مقدار دیتا تایپش چیه؟ یه تابع داریم براش. پس یه تابع داریم. این تابع‌های بیلتین هم بهشون میگن بیلتین یا تابع‌های از پیش تعریف شده. زمانی که شما پایتون رو نصب می‌کنید این تابع هم وجود دارن. خب مثل چی؟ مثل این تایپ دیگه. تابع تایپ چیکار میکنه؟ یه ورودی ازتون میگیره و نوعش رو مشخص میکنه. مثلا شما x رو بهش میدی، وقتی x رو بهش میدی میگه اون چیه؟ میگه اینتیجره. پس نوع رو مشخص میکنه. خب چجوری من میتونم ازش استفاده کنم؟ خیلی ساده. اینجا من گفته بودم مقدار متغیر x رو بده دیگه. حالا کافیه اینجا بیام بگم تایپ x، یعنی به عنوان ورودی متغیر x رو بهش بدم. یا اینجا مثلا برای y بگم تایپ چی دوستان؟ y. تایپ y. حالا نگاه کنید چه باله. الان نشون میده نوع دیتاشون چیه. میبینید این میگه نوع این x اینتیجره، نوع y چیه؟ فلوته. به همین راحتی پس میتونیم نوعش رو مشخص بکنیم. خب پس این تا اینجا کار خیلی راحت میتونیم کار بکنیم. حالا نکته‌ای که داره اینه که این دیتا تایپ ها رو میشه به هم تبدیل هم کرد. پس دیتا تایپ ها رو میشه تبدیل هم کرد. ما یه چیزی داریم به اسم تایپ کانورژن. دیتا تایپ ها رو میتونیم به هم تبدیل کنیم. چجوری؟ مثلا فرض کنید من این دیتا تایپ رو دارم، میخوام تبدیلش کنم به اعشاری. شدنیه بر. نگاه کنید. چجوری میتونم تبدیلش کنم؟ توابع داریم دیگه، یه سری توابع داریم. مثلا یه تابعی داریم به اسم تابع چی؟ فلوت. یه تابعی داریم به اسم فلوت. خب مشخصه چیکار میکنه دیگه، هر چی بهش بدی تبدیل میکنه به اعشاری. خب مثلا اگه من اینجا x رو بهش بدم که شامل 1 میشه چی؟ این x تبدیل میشه به مثلا 1.0. خب یه همچین چیزی میشه، اعشاری میکنه. یا یه تابعی داریم به اسم int که اینتیجر میکنه، یعنی هر چی من بهش بدم تبدیل به اینتیجر میشه. مثلا اگه من یه چیزی بهش بدم اعشاری باشه، اون اعشاریه رو تبدیل میکنه به فلوت. خب بریم حالا با هم یه تستی بزنیم. ببینید مثلا من اینجا میام یه متغیر a تعریف میکنم، میگم که من میخوام بیام چیکار کنم؟ فلوت کنم. کیو فلوت کنم؟ متغیر چیو؟ متغیر x رو. خب متغیر x من چی بوده؟ اینتیجر بوده دیگه. حالا میخوام با استفاده از این تابع بیام فلوتش کنم و بعد بیام پرینتش کنم. نگاه کنید پرینت کنم حالا کیو؟ متغیر a رو. خب ببینیم چی میشه. نگاه کنید اینجا شد 1.0، یک دات بهش اضافه کرد. حالا اینجا میگم که میخوام بیام متغیر y رو اینتیجر کنم. y مقدار متغیر y چیه؟ 2.5. خب میگم اینتیجرش کنم. ببینیم چی میشه. شد 2، یعنی اومد روندش کرد به سمت 2. خب به سمت 2 روندش کرد. پس خیلی راحت ما میتونیم دیتا تایپ ها رو به هم دیگه تبدیل بکنیم. به همین راحتی. این دیتا تایپ نامبر بود که خیلی کاربردیه و خیلی جا ازش استفاده میشه. تو پایتون دوستان یه موضوعی داریم تحت عنوان پایتون کاستینگ. پایتون کاستینگ چیه و چه کاربردی میتونه برای ما داشته باشه؟ پایتون کاستینگ برای تبدیل دیتا تایپ ها به هم دیگه است. یه سری دیتا تایپ ها رو میتونید به هم دیگه تبدیل کنید. خب ما دیتا تایپ هایی که به صورت معمول زیاد استفاده میشه، خب اینت رو داریم که اینتیجره، فلوت رو داریم که اعشاری میشن و str رو داریم که استرینگه. اومدن برای اینا تابع ایجاد کردن. یه همچین چیزی، یه تابع ایجاد کردن که شما مثلا هر چیزی رو به اینتیجر بدی تبدیل به اینتش میکنه، اعشاری بدی اعشاریش میکنه، یا اگر استرینگ باشه استرینگش میکنه. خب پس این کاریه که اینا میکنن. یه سری توابع، یه سری فانکشنن که موقع نیاز اگر مثلا شما یک استرینگی رو مثلا یه همچین چیزی رو بدی به این تابع تبدیلش میکنه به چی؟ اینتیجر. فلوت چیکار میکنه؟ مثلا اگه همین رو من بدم به یه تابع فلوت میاد اعشاریش میکنه. مثلا نگاه کنید اینو من اگه به صورتی عدد مثلا بهش بدم، اینو مثلا میزنه 3-0. خب پس میتونه کاربردی باشه. یه مثال اگه بخوام براتون بزنم، مثلا نگاه کنید من اینجا یه متغیر تعریف میکنم به اسم f name. خب خوب دقت کنید میخوام کاربردش رو ببینید. خب فرست نیم خودم مثلا میدم فریورس. خب بعد حالا ال نیم رو میدم فلاح ساده. خب و h سنم نگاه کنید اینجا مهمه 45. حالا نگاه کنید اگه من بخوام اینا رو با هم ترکیب کنم آیا شدنیه؟ من الان اینجا f name رو میدم، جنسش چیه؟ جنسش استرینگه. با ال نیم استرینگ میتونم کانکتش کنم، اینا رو به هم بچسبونم، ولی با ایج نمیتونم این کارو بکنم. ایج چون چیه؟ اینتیجر هست. اگه من اینو اجراش بکنم نتیجهش میشه میگه آقا نمیذارم این چه وضعیه، نمیتونی str رو با اینتیجر بیای در واقع اینتگریت کنی یا کانکت کنی. راهش چیه؟ راهش اینه که من بیام اینجا از تابع چی استفاده کنم؟ str که این اینتیجر رو بیاد اینجا تبدیلش کنه به استرینگ. حالا شدنیه. نگاه کنید الان جواب داد. پس می‌بینی این کاستینگ تو جای خودش استفاده میشه. یه سری جاها شما مجبوری تو یه قسمتی از برنامه یه دیتا تایپ رو به یه دیتا تایپ دیگه تبدیل کنی که بهش میگن کاستینگ.